قاعده 26 چی است؟ قاعده 26 میگه است که شروط قبولی عبادت رو بفهمیم. حالا ما و شما وقتی که عبادت میکنیم، یک مسلمان باید همیشه از خود سوال بکنه که امی عبادتی که من میکنم، امی قبول الله و مورد قبول الله واقع میشه یا نمیشه؟ چه وقت مورد قبول الله میشه؟ که دو شرط داشته باشه. شرط اولش چی است؟ اخلاص است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر نشدن مردم مسلمان ها هم در امت هم در امت های قبلی مگر ای که عبادت بکنه الله را با چی؟ مخلصین. مخلص چی است؟ که هر عبادت هم میکنی 100% نیتت به خاطر رضایت الله باشه. اعمال بسیاری وقتا بسیاری عبادت ها را سهل میکنی. صدقه مثلا اما یک نفر مثلا بر 100 نفر نان تیار میکنه، پرسانش میکنین چرا اینقدر مصرف کردی جناب برادر عزیز؟ سیال دارم. اینه اخلاص شد یا سیال شد؟ نگفت به خاطر الله میکنم، میگه به خاطر کی میکنم؟ سیال دارم. خودش میگن، خودش به زبان خود میگن، در حالی که اخلاص چی است؟ توحید عبادت است که در نیتت 100% رضایت الله باشه. و دومی شرط قبولی عبادت چی است؟ متابعت است که باید متابعت از کی بکنی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی. میخوای نمازت قبول شه؟ بله، 2 رکعت بخوان به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. نه صاحب، ما صاحب 60,000 رکعت تا بال خواندیم، کلش به طریق بابا کلانم خواندیم، به طریق مادر کلانم خواندیم، به طریق مولای مسجد خواندیم. اما وقتی که حدیث صحیح بخاری را برش واز میکنه، مولوی صاحب برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم نماز میخوان، چشماش لق لق میمونه. اوه چی میگن؟ این چی میگن؟ 2 رکعت نماز در 15 دقیقه بخوانی؟ همین قسم از نماز؟ ما خود از زندگی تو نخواندیم. ما خود 30 رکعت در 29 رکعت در چند؟ در 25 دقیقه خواندیم. باز که یک کمک پیسه دار شد، باز قاری صاحب خصوصی سهل میکنه که اینی حاجی صاحب پیسه دار است. باز تنگی عزیز زود برش چی میکنه؟ باز یک تنگه میته، باز 29 رکعت در 20 دقیقه. باز یک تنگی دیگه که داشت در 18 دقیقه. باز خوش است. دعا وکي خدای ختمون هم قبول کی، خدای هم دعاگان قبول کی، خدای عبادتون قبول کی، تا صدقه تزرگان. ماشاءالله 2 رکعت نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوانده. قبول وقت میشه که شرط عبادت دو باشه. شچست و ما آتاکم الرسول فخذوه. الله میگه، امر الله است، خذو، خذو بگیر. خذ فعل امر است، تو بگیر. خدا شما 2 نفر بگیرین، خذو شما کلتان بگیرین. وقتی که امر میکنه که و ما آتاکم الرسول، آنچه که رسول آورده بر شما چی کنین؟ بگیرین. از این خاطر بر صحابه رسول الله میگن صلوا کما رأیتمونی اصلی. بدل خود نماز نخوانین، مثل که من نماز میخوانم همین قسم نماز بخوانین. از این خاطر دید اونجا صحابی نماز میخوانه. حالا ما و شما صحابی نماز خوان، آمد پیش رسول السلام علیکم و علیکم السلام. رسول الله صلی الله علیه و گفت قم بخی فصلی، اثر نماز بخوان، فانک لم تصلی. نگفت که نمازت حال خوب است، سعی کنین کف پیغمبر خوب دقیق بفهمین. نگفت که این نمازت صحیح، باز در آینده نمازت جور کو. گفت تو بیخی سرش حکم کرد، گفت قم بخی فصلی، اثر نماز بخوان، فانک لم تصلی. توی خودت کپک کردی، یعنی یک زاویه منفرجه ساخته، نه قائمه جورش کو، خوب خودم چیز استخوانای تا جور بکن. قم فصلی فانک لم تصلی، نماز نخوان. بازی صحابی را باز نماز خوان. وقتی که باز نماز خوان، رسول الله صلی الله علیه و سلم سائل میکنه، مشاهده میکنه، صحابی هست، رسول الله هم قرار ششته، باز خیس نفر صاحب نماز خوان، دید که باز هم تو خدا کپک کرد و بالا کرد و مرغ و نولک میزنه، مثلا صحیح چیز نمیکنه، باز هم السلام علیکم و رحمت الله دفعه مرتبه. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم قاطع برش گفت قم فصلی فانک لم تصلی. بخی نماز بخوان، تو نماز نخواندی، بخی اثر شروع کن. ما و شما را مردم افغانستان، ما و شما را چی کشته؟ بسیاری وقتا بسیاری کسا من چی میگن؟ شما استاد پوهنتون هم هستین، ماشاءالله رتبهتون هم پوهنوال است، ماشاءالله خارج هم دیدین فلان. یک کمی دیپلماسی یاد بگیرین. دیپلماسی یعنی منافقت. با این صراحت نگوین. من میگم والا صاحب این خدا اینجا چی میشه؟ منافقت میشه. از این منافقت تیر شه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این نفر که خفه نشه نگفت که نماز درست است، برو این دفعه کمک خوبش خواندی باز دیگه روز جورش کو. نگفت، گفت قم بخی. صحابی خدا گفت بخی
فصلی اصلا نماز بخوان. فانک لم تصلی، این نمازی که تو خواندی نماز نیست. رکوع صحیح نکردی، سجده صحیح نکردی، قرائت صحیح نکردی، درست خشوع در نماز وجود نداشت. فانک لم تصلی. باز کی گفت رسول مرتبه سوم از این خاطر بعد از رسول الله مجبور کنه برادر نماز که میخونی باید این تو استاد شوی، این تو رکوع کنی، این تو سجده کنی، این تو عبادت کنی. این چیزا هست که الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما در قاعده 27 رسیدیم. قاعده 27 مستحق عبادت را در عقیده توحید اسلامی بشناسیم. در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در آیات قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما میخوانیم که الله متعال بیان کرده که مستحق عبادت فقط الله است. در آیت شریف سوره انبیاء آیت 24 الله متعال میگه که و ما ارسلنا من قبلک و ما نفرستادیم من قبلک قبل از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من رسول هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه مگر ای که بر از او وحی میفرستادیم که انه یقین داشته باشین که لا اله نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا انا. الله میگه بغیر از من فاعبدونی یعنی مرا عبادت، پس مرا عبادت نمایید. و در آیت دیگه الله متعال میگه واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ای پیامبر از تمامی پیامبرایی که قبل از تو نازل شده اند از اینا پرسان کو اجعلنا من دون الرحمن آلهه، آیا ما بغیر از الله که رحمان الرحیم است بغیر از او آلهه معبودان دیگه را ما گردانیدیم؟ نه. اگر یهود میگه یا نصارا میگه یا کسایی که بت پرست شدن یا قبر پرست شدن، هیچ وقت ما کس دیگه را نگفتیم که یا اله هستن یا معبود هستن که جمعش آلهه شوند. نه، هیچ وقت میگه ایره ما نگفتیم. و توی پیغمبر وقتی که برو پرسان بکن از تمام پیغمبرها، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در شب معراج میره میتونه که پرسان بکنه از دیگه پیغمبرها که آیا کس دیگه را گفته؟ نه، دیگرها تهمت میکنن سر تمام پیغمبرها، تهمت میکنن سر عیسی علیه السلام، تهمت میکنن عیسی علیه السلام ابدا کسی را نگفته که من اله هستم. پس اینجاست ذالک بان الله هو الحق. در آیت دیگه الله میگه ذالک بان الله هو الحق. به خاطر چی؟ به خاطر از این سوره حج آیت 62 میگه که ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. الله معبود حق است و کسانی را که بغیر از الله عبادت میکنن اونا باطل هستند. و ان الله هو العلی الکبیر، یقینا که الله ذات است که او علی است، دارای شان بلند مرتبه هست و الکبیر و بزرگوار است. پس مستحق عبادت ما و شما از این خاطر هر پیغمبری که می آمد کلمه شمی بود که لا اله الا الله. از تمام پیغمبر لا اله الا الله آدم صفی الله، لا اله الا الله عیسی روح الله، لا اله الا الله موسی کلیم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. پس هیچ پیغمبری وجود نداشته. از این خاطر بعضی اوقات این مشرکین و یا مثلا کسایی که بیدین بودن یا باز امو عقیده شرکی خودن عبادت غیر الله را به کی نسبت میتن؟ به پیغمبران. الله برشان میگه که از کلشان برین پرسان کنین و هیچ گپ از اونا غلط است. قاعده 28 چی است؟ قاعده 28 مفهوم توحید و شرک در عبادت را به طور دقیق بفهمیم. توحید و شرک در عبادت. اینال توحید چی را میگه؟ توحید عبادت تعریفش چی است؟ ایمان داشتن به یگانگی الله در عبادتش می باشه. توحید عبادت چی است؟ ایمان داشتن به یگانگی الله در عبادت می باشه. یگانگی الله به توحید عبادت در صورت می شود که تمامی عبادات قلبی، زبانی، بدنی و مالی مخصوص الله سبحانه و تعالی
انجام داده شود. و شرک در عبادت چی را میگن؟ میگه تسویت غیر الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه و تعالی. اگر یک کسی را در عبادت الله با الله مساوی میسازی و یا شریک میسازی و یا داخل میسازی، اینمی شرک است. قاعده 29 چی است؟ میگه اقسام توحید و شرک در عبادت را بدانیم. خب توحید در عبادت به 4 بخش اساسی تقسیم میشه، یعنی عبادت ها 4 قسم است و توحید در عبادت هم 4 قسم است. عبادات کدام یکی است؟ اولش عبادات قلبی هست، دومش عبادات زبانی هست، سوم قسم عبادات بدنی هست و چهارمش عبادات مالی هست. 4 قسم ما عبادت داریم: عبادت های قلبی، عبادت های زبانی، عبادت های بدنی و عبادت های مالی. این 4 قسم است. عبادت های قلبی مفهوم قاعده چی است؟ خب اینال عبادات قلبی کدام عبادت هست؟ محبت یک عبادت قلبی هست، خوف یک عبادت قلبی هست، توکل یک عبادت قلبی هست، امید یک عبادت قلبی هست، انابت، خشیت، رهبت، رجا و رغبت، اینها کلش شامل میشن در عبادت های چی؟ عبادت های قلبی. عبادت های زبانی کدام عبادت هست؟ حمد یک عبادت زبانی هست، تهلیل لا اله الا الله گفتن یک عبادت زبانی هست، تسبیح یک عبادت زبانی هست، استغفار، تلاوت قرآن عظیم الشان، دعا، دعوت، استعانت، استغاثه، استعاذه، اینیا کلشان چی هستن؟ عبادت های زبانی هستند. عبادت های بدنی قسم سوم عبادت های بدنی است. عبادت های بدنی او عبادت هایی است که توسط بدن انسان انجام داده میشه، نماز و روزه و رکوع و سجده و عبادت هایی که توسط چشم صورت میگیره عبادت بدنی هست، عبادتی که توسط گوش صورت میگیره عبادت بدنی هست، عبادتی که مثلا توسط دست صورت میگیره عبادت چی است؟ بدنی هست. عبادت های بدنی هست. و قسم چهارم عبادت های مالی هست. عبادت های مالی کدام عبادت است که مثلا توسط مال صورت میگیره؟ زکات، حج، صدقات جاریه، صدقات موقتی، ذبح حیوانات پرنده ها، نذر های مالی، اینها کلش در جمله چی هستند؟ عبادت های مالی هستند. و اینجا یک چیز فکرتان باشه که این تقسیم بندی عبادات که 4 قسم تقسیم شده، این به خاطر از این است که کسایی که درس میخوانه برای جوانای آسان شوه. اگر نه اصل عبادت که هست این تقسیم بندی را نداره، چرا در یک عبادت هر 4 قسم داخل میشه. مثلا شما وقتی که حج میرین، در حج طبعا عبادت قلبی دارین، عبادت زبانی دارین، عبادت بدنی دارین و عبادت مالی دارین. پس در حج 4 قسم عبادت چی میشن؟ شامل میشن. لکن اینه که تقسیم بندی کردن صرف به خاطر از اینکه وقتی برای جوانا درس داده میشه یا حداقل نمی تقسیم بندی را آسان یاد بگیرن. این به این خاطر است. اگر در یک عبادت چندین عبادت، یعنی هر عبادتی که شما میکنید او قلبتان داخل است، نیتتان داخل است. در هر عبادتی که میکنید مثلا اعضای بدنتان داخل است، قلبتان داخل است، اعضای بدن داخل است، زبان داخل است، هر عبادتی که میکنید. پس از این خاطر این تقسیم بندی صرف به او خاطر است فکرتان باشه. قاعده سوم چی است؟ میگه مفهوم عبادات قلبی را بدانیم. عبادت های قلبی عبادت هایی اند که به قلب تعلق داشتن و توسط قلب انسان ادا میگردن. عبادت های قلبی عبادت هایی است که توسط چی میشه؟ توسط قلب میشه. قلب اساس تمامی تکالیف است. از این خاطر چون اساس تکالیف قلب است، از این خاطر قلب عبادت های خاصی داره. بسیاری کسا متوجه از این عبادت ها نمی باشن. الله متعال میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت مال انسان بسیاری وقتا مالی که در راه الله انفاق نشده باشه هیچ به درد انسان نمیخوره، بلکه بعضی اوقات است که مال انسان سبب رفتن انسان به دوزخ میشه. اولاد انسان وقتی که صالح نباشه بسیاری وقتا انسان به خاطر اولاد ناصالحش عذاب میشه. میگه مال به درد میخوره نه اولاد. چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم کدام یکی هست؟ قلب سالم علما میگن خلاصه شد، میگن قلب سالمی است که از 2 چیز پاک باشه. اگر در قلب 2 چیز نبود قلبت سالم است، اگر بود قلبت مریض است. از شبهات و شهوات.
قلب سالم قلب است که در او شبهات نباشه و شهوات نباشه. شبهات چی است؟ مثلا همیال دشمنای اسلام همیشه جوانان شما را در شبهات میپرته، در قرآن در شبهه و شک میپرته که قرآن کلام الله نیستی، قرآن نوشته محمد است، قرآن کسی است. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در شبهات میپرده، او این احادیث کی جمع کرده و این صحابه چه قسمی را آوردن، این احادیث شبهات است. بسیدها شبهه را در احادیث ایجاد میکنن، شبهات در شخصیت پیغمبر ایجاد میکنن. چرا پیغمبر 11 زن گرفته؟ چرا پیغمبر 9 تا زن داشت؟ چرا پیغمبر تعداد ازواجش بیشتر بود؟ این گپا را شبهه در شخصیت پیغمبر میپرده. شبهات مثلا در قرآن، در سنت، در اطاعت از سنت پیغمبر، در علمای اسلام، در کل ازی چی میکنن؟ شبهات ایجاد میکنن. پس قلب سالم اونمو قلبی هست که این شبهات در او تاثیر نکنه. فهمیده یعنی؟ و دوم چی هست؟ قلب سالم قلب است که در او محبت شهوات نباشه. شهوات 3 قسم است. یکی شهوت چی است؟ یکی شهوت مال است، یکی شهوت جاه است، جاه و مقام، و یکی شهوت نفس است. شهوت نفس نمی شهوت شرمگاه انسان است. ایره زیاد کوشش میکنن اکثر اندمی کشورهایی که بیدین هستن جوانا را از طریق شهوت ها گمراه میسازن. برشان میگه که فیلم های خرابازات است، رقص های خرابازات است، در شهوات اینا را مبتلا میکنن و آزادی جنسی و گپا را برشان میته که تو میتونی که هم جنس، که جنس مخالف، حتی که حیوانات، حتی مثلا نیش ازدواج نکنی تمام روز. پس یک تعداد در مرض شهوات مبتلا میکنه. کسایی که یک ذره سنشان بالاتر شد از جوانی چی بود؟ باز سن که از 40 بالا شد، از 30 بالا شد، باز محبت پیسه زیاد می باشه. باز یک تعداد واره بازده پیسه برش دلار میته، این ماش سوپر اسکیل، ماش دلارکی، ماشم $5000، $20000، $10000. این یارا که داد ایمانش هست می سوزانه و بسیاری کسا باز مقابل از این مقاومت کردن نمیتونه. این شهوت مال است. و سومی قسمت که از باز شهوت جاه هست. این باز انسان که از 40 و 50 تیر شد، این شهوت هم خلاص از پیسه هم بسیار داره. بازی که پیاره صاحب که رئیس لویا جرگه جور میکنه، باز بی بابا کوی مستان هم تو کپک آمده، نه شهوتش کار میته، پیسه هم زیاد داره، لکن چی شده؟ اونجا شهوت جاه و چوکی، برای تی وزارت هم میتونم، برای تی قوت هم میتونم، طرف فلانی جور میکنم، این سایل کنی. یک چند روز که در چوکی میشینه، دیگر روز میبینیم سر چوکی مرده اینه، خلاص افتاده. شما هم در اینترنت سایل کنین، بسیاری کساس در میای گپ زدن، در پارلمان رفته ضد شریعت الله قانون میسازه که یک دفعه ملک الموت همونجا خفکش میکنه. خراب مفته. صحیح شد نه؟ پس از این خاطر بعضی علما میگن شهوت چوکی که است از شهوت باطن کده 200 درجه میگه خطرناکتره. یعنی بسیاری جوانان را یک شهوت جنسی تکیش کرده از دینداری بیمانی بر. اما شهوت جا و چوکی کسی چند خطرناک است، 200 چند بلند است. از این خاطر بسیاری کسا هست به خاطر جا بچه خودم میکشه، پدر بچه را میکشه، بچه پدر را میکشه. این پاچه ها را قصایشان بخورین، فلانی پاچه بچه خود کشت، به خاطر میگی بچه من کدام روز میخواد که بغاوت کنه، بچه خود کشته. بعضی اوقات بچه خیسته پدر را کشته، قتل ها را کردن، وطن را فروختن. این چی است؟ شهوت چی است؟ چوکی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب تو باید از دو چیز خلاص کنی، پاک کنی، از شبهات و از محبت شهوات. قلبت پاک. از این خاطر بزرگای اسلام شما سائل کنین، بزرگای اسلام شما ببینین که ات بزرگای اسلام بودن که حتی در زمانی که خلافت اسلامی بود قضا را قبول نمیکردن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا قاضی شو لطش میکردن، قاضی نمیشد. چرا؟ میگفت تو پادشاه ظالم هستی، بسیاری وقتا باز مخالف شریعت الله مرا وادار میسازیم. پس اینا او وقت قبول نمیکردن. چرا؟ خیر اسیر بازال خود در درس عقیده نیست، بعد دیگه درس انشالله یک درس خفتنکی اگر نوبت ما رسید باز ما و شما در بین خود درباره قلب سلیم و مریض یک چی میگم براتون انشالله.
خب حکم عبادات قلبی رو بفهمیم. عبادات قلبی مانند محبت، یکی از علمای اسلام چی میگه؟ میگه عبادات قلبی مانند محبت، خوف، امید، توکل، یقین، رضا، انابت، نرمدلی، ترس و امثال آن به اساس اصل شریعت مانند نماز، روزه و حج واجب می باشند. پس عبادات های قلبی سر یک مسلمان چی است؟ اینمی قسم که دیگه عبادت ها واجب است، این عبادت هم سر تو چی است؟ واجب است. میخوای که قلبت پاک شوه باید عبادت های قلبی رو داشته باشی.